الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجوره من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثامه من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم. این حدیثی هست که از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم و پیروان خود خبر میدهد که ابو هریره میگه من در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودم که رسول الله صلی الله علیه و سلم این حدیث بر من بیان کرد. این حدیث طولانی است. من معنی این حدیث به شما برادران اهل اسلام تذکر میدهم، خبر میدهم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه هر کس مردم دعوت به سوی هدایت میکند، به سوی یک کاری نیک میکند، هر کسی که پیروی کاری اون نیکی اون میشود، همه ثوابش در همون انسان میرود که همون کار اولا چیکار کرده است، شروع کرده است. مقصد دعوت میکنه به سوی هدایت، یک کاری است که در اون نیک است، در اون ثواب، همون کار انجام میدهد و مردم به او توجه میکنند، پیروی او میشوند، همه ثواب در نامه اعمال همون بنده ای که این کاری نیک انجام داده است، عمل کرده است، مردم از او عبرت گرفتن، عمل کردن، ثوابش به همون بنده میرود. در دوام حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر شخصی که به ضلالت مردم دعوت کنه، به ضلالت دعوت کنه، مقصد یک کار گمراهی را، یک کار گناه چیکار کنه، در بین مردم پیدا کنه و مردم پیروی گناه همون انسان شود، همه گناه همون انسان ها چیکار میکنه، در نامه اعمال همون انسان میرود. اگر چند او انسان ها و عمل بد میکنن، گناه میگیرن، با در هر یک کردن عمل بد همون انسانی که اولا این کار بد انجام داده است، در گناه همون انسان چی میشه، شریک میشه. اگر چند هر کار حرام ایو میکنن، هر انسان میکنه و گناه میگیرن، نک در هر گناه آنها شما چی هسته، شریک هسته. از این حدیث چی برداشت کرده میشود؟ ما در درسای پیشین گفتیم که خداوند میگه که افلا تتفکرون، ای بنده من تفکر نمیکنی، افلا یعقلون، ای بنده من عقل نمیکنی. از این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ما و شما برداشت این میکنیم که در دنیا هر کس یک امر معروف یا یک امر معروف باشه، چی یک نصیحت نامه باشه، یک کار خوب باشه، او را تو به یک برادرت گوش روان خودت گوش میکنی و بر برادرت روان میکنی، اصلاح میشه، گوش میکنه، میگه بهترین راحت میکنه، در همون امر معروف تو چی میگیری، ثواب میگیری. برعکس هم همون مقدار است. یک فاحشگی را تماشا کردی، او را لذت بردی، گناهگار شدی، با او را کلاس زدی، با دیگر با چند کسی که رفت در همون کلاس زدید، در گناه او شریک میشه. از این حدیث همین را برداشت کرده میشه که در گناه او انسانات چی میشه، شریک میشه. به این خاطر خوب توجه کنید، در جای یک امر معروف، یک نصیحت نامه به یک برادر تو روی کنی، شاید که یک کسی هدایت بیاوه و از کار حرامی که هست، چیز حرامی را که تماشا میکنه به دیگران روانه نکنه که قسم به خدا در هر یک کسی که اون نوار حرام تماشا میکنه در گناه او شما شریک میشه. این حدیثی است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با ما و شما تذکر میده. قرآن میگه اطیع الله و اطیع رسول، شما اطاعت الله کنید، اطاعت پیامبر. پیامبر میگه با ما چی میفرماید؟ در کار خوب شریک شدی، در ثواب هر انسان شریک میشه، در کار بد شریک شدی، در گناه هر انسان شریک میشه. این را خوب توجه کنید و با دیگر برادران بفرسته که در هر جا که هر نوار حرامی را که هر کسی لذت، در گناه او شریک میشه. هر نوار خوبی را که در هر جا که پیدا کرده، هر یک امر معروفی را که پیدا کرده با او عمل کرده، مقصد در او ثواب او چی میشه، شریک میشه. دنیای غرب نگاه که بعضی کافرای اصلا اسلام قبول میکنن، میگه بچی قبول کردی، میگه یک امر معروف و گوش کردم، بسیار امر معروف بهترین میکرد، از همون لذت بردم، خودم اصلاح شدم که من خطاگی دارم. به این خاطر کوشش کنه که در کار حرام دست نزنه. خدا همه ما و شما را نگهبان باشه.